میدونستی فردوسی نخستین کسی نبوده که شاهنامه رو سروده؟ امروز میخوام چیزای خیلی جالبی درباره فردوسی براتون بگم. یکی نامه بود از گه باستان، فراوان بدو اندرون داستان. بر این نامه بر سالها بگذرد، همی خواند آن کس که دارد خرد. دقیقی پیش از فردوسی مشغول سرودن شاهنامه بود. 1000 بیت از داستان گشتاسپ و زرتشت رو هم سرود، ولی عمرش به دنیا نبود و نتونست شاهنامه رو به پایان برسونه. این فردوسی بود که پس از دقیقی به استادانه ترین حالت ممکن شاهنامه رو سرود. 1000 بیت دقیقی رو هم در میان شاهنامه 50,000 بیتی خودش گذاشت بمونه. دانای توس ابوالقاسم فردوسی در 329 هجری قمری در خراسان چشم به جهان گشود. فردوسی در 30 سالگی سرایش شاهنامه رو آغاز کرد و پس از 35 سال اون رو به پایان رسوند. شاهکاری که ما ایرانیانو به نیاکانمون پیوند میده. پیفکندم از نظم کاخی بلند، که از باد و بارانش ناید گزند. بزرگترین منبع فردوسی در سرایش شاهنامه کتاب شاهنامه ابومنصوریه که خود اون کتاب به کوشش ابومنصوری و 4 موبد زرتشتی از روی خداینامک‌های پهلوی که در دوران ساسانی نگارش شده بود گردآوری شده. داده‌های تاریخی شاهنامه بسیار ارزشمنده و گاهی در منابع دیگر گفته نشده. برای نمونه سیستم آبیاری در زمان پادشاهی داراب و ساخت شهر دارابگرد، یا اینکه انوشیروان ایران رو به 4 ناحیه تقسیم کرد و در هیچ منبعی نیست و امروز سکه‌ای پیدا شده که درستی گفته فردوسی رو تایید میکنه. در پایان دانای توس فردوسی در 411 هجری قمری در توس چشم از جهان فرو بست. شاهنامه دسترنج زندگانی فردوسی است، زنده کننده زبان فارسی، زبان ملی ایرانیان و پیوند دهنده همه ایرانی هاست. اگر تا حالا به درون دنیای شاهنامه نرفتید با ما همراه باشید.